آبجی میشه واسه انتخاب لباس عروس با هم بریم؟ نازلی چه لباس عروسی؟ من یه عقد ساده میخوام. یه لباس سفید کافیه. آخه چرا؟ چون که بعد از این همه اتفاق بهترین کار همین. آخه چرا؟ تو که کاری نکردی. بعدش هم آدم تو عمرش فقط یه بار عروس میشه. بعد که بهش فکر کنی افسوس میخوری. بهتره همه چی کامل باشه، همونطوری که آرزو داشتی. خواهر خوشگل خودم، هر دوتا تو لایق یه عروسی مثل تو قصه‌های قدیمی. فکرشو بکن، تو دوتاش قهرمان دست تو دست هم میان. بهمونا هم همینطوری براتون کف و سود میزنن. تو هم مثل همیشه خیلی خوشگل شدی. تور سفید تو باد تکون میخوره. دست تو دست هم اولین قدم زندگیتون رو برمیداری. بعدش هم با هم میرقصی. اون وقت داداش قهرمان تو گوشت میگه که خیلی خیلی دوستت داره. ما نمیخوایم فیلم بازی کنیم نازلی خانم، ازدواج میکنیم. وای، حالا اگه مثل فیلم ها باشه چی میشه؟ خوبه، حالا خیال پردازی نکن. برو مامانو صدا کن غذاها سرد نشن. برو. دخترم دافنه رفت بابا. حداقل تا خونه میرسوندیش پسرم. خودش نخواست. خدا به همراهش باشه پسرم. بابا همون جوری که بهت قول دادم دارم اشتباهاتمو جبران میکنم. به محض جدا شدنم از دافنه با الیف رفتیم واسه عقد وقت گرفتیم. میخوام اگه فردا شما وقت دارین بریم پیش مامان الیف برای خواستگاری. 2 روز بعدش هم عروسی مونه. نظرت چیه زیا خان؟ کار درستیه؟ الان کار درست همینه. خوب نیست که طولش بدی. با دافنم صحبت کردم. سخت بود ولی خب درک کرد. ببین پسرم، دلم میخواد که همه زندگیشون پابرجا باشه، جوری که تموم زن و شوهرای دنیا تا آخر عمر به پای هم پیر بشن، تو همه لحظه های زندگی به هم کمک کنن، به هم دروغ نگن، تو خانواده نفاق نندازن. درسته بابا، درسته. رابطه تو با دافنه فقط تا همینجا بود. این زندگیه. یه اشتباهایی داشتین، اما حالا که دیگه یه تصمیمی گرفتی، حالا که دخترم الیف خیلی به دلت نشسته و اینکه بچه تو به دنیا میاره، خوب نیست که قضیه رو خیلی کش بدیم. خیلی زود ازدواج کنین و زندگیتون رو شروع کنین. دیگه بقیه هم تکلیف کار و زندگیشون رو بدونن. پسرم حالا که تو کارا رو انجام دادی مام به وظیفمون عمل میکنیم. فردا شب با هم میریم خونهشون خواستگاری الیف. من هر کاری که لازم باشه انجام میدم. فقط میخوام خونمون دوباره آروم بشه. ممنون مامان. قبل از اینکه بپزه نمک ریختی، گوشتا مثل سنگ شده. نریختم به خدا، مثل همیشه درست کردم. حالا سر سفره میبینی. این بازی نقشه تو سرش آبجی. دیدی چطوری رفت پیش یعقوب خان؟ حتما میخواد خبرچینی کنه. چیو میخواد خبر بده آخه؟ میخواد بگه دافنه رفته دیگه؟ نه حتما یه خبر دیگه شده. باز سر شبیه چی شده شکران؟ قهرمان دافنه رسما امروز جدا شدن. این بود خبر توپی که میخواستی بدی؟ من فکر کردم حالا چی شده. وایسا یعقوب. دافنه امروز همه ی وسایلشو جمع کرد و رفت. خب مگه چیه؟
نکنه میخواستی وسایلشو بده به تو؟ فقط سایزتون یکی نیستا؟ خیلی بی‌نمکی یعقوب. دافنه وقتی داشت میرفت یه چیز خیلی با ارزش از یوروکانا رو با خودش برد. حدس بزن چی؟ نه عزیزم، دافنه همچین آدمی نیست. دافنه حامله است یعقوب. با اون بچه‌ای تو شکمش گذاشت و رفت. نه عزیزم، حتما اشتباه شنیدی. دافنه که بچه دار نمیشه. وقتی داشت با قهرمان حرف میزد شنیدم. دیگه حالا هر جور که شده. دافنه گفت الان قضیه بچه رو به بقیه نگو. گفت ازدواج کن بعدش بهشون بگو. وای وای وای، این واقعا خیلی توپه. زن حاملش رو ول کرده رفته، اون یکی هم که ازش بچه داره. واقعا شیر تو شیره. از هر طرف نگاه کنی آبروریزیه. خیلی دوست دارم ببینم باباتینا بفهمن چی میگن. خوبه. الو، با همسر آیندم صحبت میکنم. انگار اینجوری. حالت چطوره؟ چطوری باشم؟ هیجان دارم، خوشحالم، عاشقم. تو چی؟ من خیلی بیشتر. وقتی که از پیشم میری زود دلم تنگ میشه. دیگه چند روز مونده، بعدش همیشه پیشم. هر روز با تو بیدار میشم. هر روزو با هم تموم میکنیم، با هم پیر میشیم، مگه نه؟ بهت قول میدم هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. خب دیگه برو بخواب، خوب استراحت کن. خیلی دوست دارم. منم. آخه چرا به بابا نگفتی یعقوب؟ آروم باش خانم جون، آروم باش. بزرگ فکر کن. بزرگتر از این اتفاق مگه داریم این یعقوب؟ قضیه اگه یهو رو بشه، قهرمان مثل همیشه همه رو ساکت میکنه. این وسط منم که ضایع میشم. اما اگه خبر بره تو روزنامه ها چی؟ اگه اونا تیتر تو خبرها بشن چی؟ یه لحظه فکرشو بکن. و بابام اینو مثل بقیه از تو روزنامه ها بخونه چی؟ وای یه لحظه فکر کن. همین شوهر باهوش خودم. اما تو خیلی دلسنگی ها یعقوب جون. قهرمان شأن شهرتش خراب نمیشه. والا وقتی بهش فکر میکنم دلم براش میسوزه. نظرت چیه کاراشو شروع کنیم همسر خوشگلم؟ الو مامان، من یعقوب یوروکانم. امیدوارم این وقت شب مزاحمت نشده باشم. برات یه خبر عالی داریم که باهاش کلی فروش میکنیم. قهرمان وایسا چی کار میکنی؟ خیلی دلم تنگ شده بود. تو دل تنگ نشده؟ خیلی دلتنگت بودم. الیف، کی اومده دخترم؟ قهرمان مامان. خوش اومدی. خب بیا تو. خیلی ممنون. اومدم الیفو ببرم بیرون.
خب یکم کاری نداری. یعنی اینقدر زود؟ آره، تو برو حاضر شو. خب باشه تا حاضر شه تو هم بیا یه استکان چایی بخور. صبح بخیر. پس کو یعقوب خبر مبر نیست. حتما اون خبرنگاره سر کارت عزیزم گذاشته. به این سرعت که نمیشه. یعنی باید صبر کنی؟ چقدر تو خون سرد یعقوب. تو همه چی رو بسپر به شوهره. این کارا یه اصولی داره. بذار یه دوتا عکس بگیرم خبر همه جا بپیچه، قهرمان ضایع بشه و دیگه شانسی نداشته باشه. تو هم یکم صبر کن. بذار بابام شب بره خواستگاری دختره، بعدش پخش میشه. تا اون موقع قهرمان خودش میره میگه حالا بریم. هیچی نمیشه. قهرمان مثلا متشخصه، دافنه ازش چیزی بخواد انجام میده. صبر کن، به شوهرت اعتماد کن. صبحتون بخیر. صبح بخیر بابا. صبح بخیر بابا. پس بقیه کجان؟ قهرمان کرم بیرونن. مریم هم هنوز نیومده، اما حتما یکم دیگه میاد. من میرم آشپزخونه. به نظرم یه عقد ساده کافیه، جدی میگم. نه خیر، باید جشن بگیریم. یعنی تو این روز قشنگ عزیزامون پیشمون نباشن. باشه ولی پس دیگه چونه نزن. واسه تدارکاتم هنوز وقت داری. سلام. حدس میزدم که اینجا باشی دایی. میخوام یکم با دوتاتون حرف بزنم. کرم، ما خیلی کار داریم. واسه دعوا و سوال جواب نیومدم. فقط میخوام یکم به حرفام گوش بدین. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. چند روزه دارم فکر میکنم. میدونم بچگی کردم. شما از خیلی وقت پیش یه خانواده شدین. من این وسط هیچ سهمی نداشتم. اشتباهایی هم کردم. هر دوتون رو خیلی ناراحت کردم. واسه این ازتون معذرت میخوام. همه اشتباه میکنن. مهم اینه که درکش کنن. زمان همیشه همه چی رو حل میکنه. دلخوریامون میگذره. من دیگه تصمیم گرفتم برگردم لندن. خواستم اینو اول از خودم بشنوین. مطمئنی؟ خب همه خیلی دلتنگت میشن. منم دلم براتون تنگ میشه، مخصوصا واسه تو دایی، چون تو رو خیلی اذیت کردم. دیگه گذشته رفته، ولش کن. لندن برام خیلی خوبه، خودت که خوب میدونی. درسم هم نصفه مونده بود، دکترام هم ادامه میدم. شاید اونجا کار را بندازم، نمیدونم. فقط خوشبختی شما دوتا آرزومه. تو هم خوشبخت میشی کرم. تو لایقش هستی. کرم، تو مثل پسر من میمونی. اینو فراموش نکن. خوشبخت میشم دایی. حالا میبینی. خداحافظ. کرم خیلی پسر خوبی. امیدوارم خوشبخت بشه. میشه. کرم قویه. بیا بریم، دیرمون میشه. برو روزای آخر رو خوش بگذرون قهرمان یوروکو.
داداش اینجوری لجبازی نکن. این یارو حالتو میگیره. ببین میزنه ناکارت میکنه. مراقب باش. تو خیالت تخت باشه بسر. اگه به پولشه که من از اون پول دارترم. اوه داداش پول اون تو مایه های پادشاست. به این قیافه داغونش نگاه نکن. آخه از کجا همچین پولی پیدا کرده؟ همه باندای مواد تو کشور زیر دست اینن. خیلی قویه. اینجا و خارج کلی آدم داره. چی داری میگی؟ وای 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 وای. ببین این اوراقی چی از آب در اومده؟ خب مثلا دیشب داشتن از این معامله حرف میزدن. میگفتن که سود این معامله یه چیزی تو مایه‌های کل ثروتشه. خب جنسا رو از کجا میخواستن رد کنن؟ دیگه اونشو نمیدونم داداش. یعنی نشنیدم. خب پس باید بفهم. عفت خانم تعجب کرده تو رو اونطوری دیده. فکر کن تعجب نکنه. همه خیال میکردن داد و بیداد میکنن. این رویت رو اصلا عوض نکن. اصلا باید دختر خوبی باشی. وقتش که برسه همشون میان و به پای تو میافتن. حالا میبینی چیزی نمونده. باشه باشه عالیه. از بهترینش باشه ها. خیلی ممنون. شکرا. من سفارش شکلات رو دادم. تو برو سفارش گل رو بده. باشه فقط بگو بیارنش خونه که شب دنبال گل نریم دیگه. باشه مامان جون نگران نباشین. من هر کاری لازم باشه انجام میدم. من تا شب شرکتم. کارا زیاده. معلومه دیگه قهرمان امروز گرفتاره. من و جانان کارا رو انجام میدیم. خدا پشت و پناهت. به سلامت به سلامت. تا دم در باهات میام شوهر جون. بیا. مردم حرف در میارن اما ببین زیا خان وقتی بچه ها با هم خوبن دنیا چقدر قشنگه. به امید خدا این روزای سختم میگذرونیم زیا خان. زیا خان تو هنوزم ازم دلخوری؟ حتی به روم نگاهم نمی کنی. ببین چجوری واسه بچه هامون تلاش میکنن. ها به روون بالاخره راه خودشو پیدا میکنه، ولی اونی که جلوشو میگیره یه سنگ سخته. تو دیگه دست از سر بچه ها بردار. اصلا دخالت نکن. تو کارایی هم که بهت مربوط نیست فضولی نکن. بعدشم چون 2 کلمه باهات حرف میزنم فکر نکن آشتی کردم. حالا میخوای بری پیش اون خبرنگاره؟ داستان خیلی مفصله. میرم رو در رو همه جزئیات رو دونه بدونه بگم. خبرش بیشتر میگیره. مگه نه عیال جون؟ یعقوب خیلی بلایی. به خدا ازت میترسم. حالا ببین چی میشه. بذار عکاساشون از اون دوتا کلی عکس بگیرن که خبرش یه صفحه کامل رو پر کنه. خوبه نه؟ من روزنامه‌شو نگه میدارم با هم بهش بخندیم. خیلی باحال خوشگلم. قهرمان خیلی اذیتمون کرد. ما هم یکم تلافی کنیم مگه نه؟ امروز قهرمان تموم میشه. فردا دیگه رویی نداره که تو چشای بابا نگاه کنه. کرم ذاتاً همچین آدمی نبود. یه دفعه عوض شد. خوب خدا رو شکر اشتباهشو فهمید. منم خیلی تعجب کردم. خب اصلا فکر نمی کردم اینجوری بشه، اما از یه طرفم خوشحال شدم. واسه مریم خانم سخت میشه. اون خیلی دلتنگ کرم میشه. یه پسر که بیشتر نداره. نگران نباش، همه چی خیلی بهتر میشه. بعدش هم لندن نزدیکه. خب زود به زود میتونه بیاد. منم همیشه حواسم به کرم هست. درست میگی. خدا جدایی و نصیب هیچ کس نکنه.
چه خوبه که همتون اینجایی. چی شده پسرم؟ من میخوام برم لندن. آخه چرا یه دفعه ای؟ میخوای تنها بشی کجا بری؟ مامان، پایان نامم نصفه مونده، میدونی که یکم هم اعصابم سر جاش میاد. همتون تلاش کردین بهم اشتباهمو بفهمونین، اما من متوجه نشدم، به حرفتون گوش نکردم. ازتون خیلی معذرت میخوام. مامان خانم بفرما. مامان، از کسی ناراحت نشو. اینجا تنها مقصر منم. در واقع این به دایی و الیفم مربوط نمیشه. چون وقتتون خیلی کمه همه چی رو برنامه‌ریزی کردم. لباس عروس، دسته گل، دکور، کاتالوگام همرامه. اگه بخواین امروز میتونین همه چی رو تموم کنین. عروس خانم اینجا، هر چی که اون بخواد همون میشه. من میخوام همه چی ساده باشه. شما اصلا نگران نباشین. اگه بخواین اول از دسته گل شروع میکنیم. تو کشور همچین آدمی پیدا نمیشه. قهرمان و دافنه واسه بچه دار شدن یه رحم اجاره کردن. بعد بدون اینکه طرف خبر داشته باشه از تخمکای اون استفاده کردن و بچه از خود طرف شد. خیلی خبر توپیه یعقوب خان. داستان همینجا تموم نمیشه. کجا بودیم؟ بذار بهت بگم. به مرور زمان قهرمان عاشق این دختره شد. همون که بچه رو نگه میداد؟ دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. الان دختر 6 ماه حامل است. قهرمان دیروز از دافنه جدا شد. امشب خانواده قراره برن خواستگاری دختره. این داره ضبط میکنه. آره این جزئیات داستانو خیلی هیجان انگیز کرده. هنوز خبر اصلی نشنیدی؟ مگه دیگه چی هست یعقوب خان؟ دافنه حامل است. یعنی این قهرمان ما زنشو به خاطر عشق این دختره طلاق داده. تو شوکه شدی نه؟ خب معلومه، دارم خبر دست اول بهت میدم. اگه انبار مهماتم بود اینطوری سر صدا به پا نمیکرد. ببین یه خبر درجه 1 ازت میخوام. خودت هم باید بری ازشون عکس بگیری باشه؟ فقط یعقوب خان از شما یه چیز مهمی میخوام. چیه؟ قهرمان خان خوب میشناسم، خیلی آدم مهربونی، اما بعد عصبانی میشه. قبلا یه اشتباهی شده بود، دفتر روزنامه رو به هم ریخت، میدونی که. خب اگه عصبانی بشه من بدجور تو دردسر میفتم. از کار اخراج نشم. همچین چیزی نمیشه. اگه اون قهرمانه من یعقوب یورو کنم. تو خبر رو پخش کن، من بهشم نگو، بقیهشم با من. این تصمیمت برای رفتن به لندن جدیه پسرم؟ بله بابایی. مادرت خیلی ناراحت میشه، نبودنت براش سخته. عادت میکنه بابایی، اولین بارم که نیست. هر وقت که بخواد میتونه بیاد. خب منم خودم میام سر میزنم. تو خودت هم ناراحت بودی دکترامو ول کردم. درسمو ادامه میدم. این وسط کارم میکنم. میخوام کاروبار را بندازم بابایی. باشه پسرم. فقط یکم به پول احتیاج دارم واسه شروع کار. میدونی دیگه بابایی انگلیس کشور گرونی. مگه قراره با جیب خالی راید کنیم بری کرم؟ هر کاری لازم باشه انجام. ممنون بابایی. خب میخوای چی کار کنیم؟ با درست سخت نمیشه؟ نه بابایی سخت نیست، کارشو بلدم. میخوام تجارت کنم. راستش واسه همینم یکم پول زیاد میخوام. چقدر؟ 700-800 هزار تا. 700-800 هزار تا. این رقم زیادیه کرم. اگه میخوای کار بزرگی شروع کنی خوب دربارش پرسجو کردی پسرم؟ آره بابایی خوب پرسجو کردم. من کارم رو حسابه، با آدمای با تجربه کار میکنم. اما اگرم بگی نمیشه درک میکنم. دیگه خودم یه چاره‌ای واسه کارم پیدا میکنم. باشه پسرم. الان به بانک زنگ میزنم، میگم مبلغی که میخوای و به حسابت بریزن.
ممنون بابایی. واسه همه چی ممنون. این به شما خیلی میاد الیف خانم. آره ولی به نظرت خیلی شلوغ نیست؟ نه عزیزم، خیلی قشنگه. اگه اینو بخوای همین میشه. بهترین روز عمرمونه. بله. باید هر جوری که تو بخوای باشه. این خیلی عالیه. باشه همینو میخوام. باشه. ببین پسر دایی، این یه کار الکی پلکی نیست. خیلی مهمه. خدایی دمت گرم مقصود. تو زندونم بی خیال کار نیستی. به من میگن مقصود پسر، مقصود. حالا تو این چیزا رو ول کن ببینم. فهمیدی؟ سریع حاضر شو، افرادو جمع کن. من زمان و مکانو بهت خبر میدم باشه. تو جنسا رو میگیری و مخفیشون میکنی. فهمیدی؟ بله بابا، تو اصلا نگران نباش. ببین پسر، این کار ما رو پولدار میکنه. حتی یوروکانا هم دیگه بهمون نمیرسن. باش، از خبر بفرست. های کجا؟ بشین ببینم بابا. گفتم فوریه، نه دیگه اینقدر. الیف چی کار میکنه؟ از اون بگو. الیف هنوز اونجا میمونه. فقط این روزا قهرمان یورکان خیلی میاد و میره. بذار بیاد و بره. بذار بیاد. بالاخره که میام بیرون. یه جوری میام حالش رو میگیرم. یوروکان که هیچ، همه دنیا به پا میافتن. خیلی ممنون، خداحافظتون. گیر دادن که یه دسته گل شیک درست کنن. یه خواستگاری الکیه دیگه. خب اونم میگفتی یه چیز قشنگ درست کنن. منم همینو گفتم مامان جون. لطفاً از این قضیه خواستگاری اینا پیش کرم چیزی نگینا. همه یه فکر و ذکرتون شده عروسی و حنا بندون و اینجور چیزا. خب باشه مریم، کار پنهونی نمی کنیم که. به تو هم که کم خوش نمیگذره شکران. واسه کرم رفتی خواستگاری الیف، الانم واسه قهرمان میری. هی وای خدا، حداقلش کرم تنها نرم. عوض تشکر کردنت مریم. تازه‌شم من و یعقوب نمیخوایم امشب بریم اونجا. عجب، چطور از همچین چیزی گذشتی؟ شوهر جونم گفت بهتره که بابا جون و مامان خودشون برن. وای بس دیگه، اینقدر با هم بحث نکنین تو رو خدا. خیلی خوب، من دیگه از این حرفا جونم به لبم رسیده. اون از کرم که پیله کرده بعد از عروسی میرم، منصرفم نمیشه. اینم از شما که مرتب دارین از عروسی میگین. نوام از منو تا عاقل‌تره ماشاءالله. ببین اشتباهشو فهمید، داره کار درست انجام میده. آفرین. خب مریم جون، جوونیه دیگه، با زمان همه چی رو فراموش میکنه، همه چی درست میشه. چه درستی؟ اون داره میره. ببین این دختره چجوری. صبر کن دخترم، وقتش برسه میره یکی تو شأن خودش پیدا میکنه میاره. ما هم یه عروسی خیلی خوب و عالی براش میگیریم. بابا من میخوام نتیجه‌مو بغل کنم. خدا کنه مامان، خدا کنه. وای مامان، این چه دختریه؟ اصلا به شما نرفت. من چیزی نگفتم، اما مریم حق داره. بعدشم من بی خودی خودم و واسه یه عروسی مفصل خسته نمی کنم. الیف خانم شک کنه عروس این خونه شده. خب اگه قهرمان خیلی دوست داره خودش کاراشو بکنه. پاشم برم آشپزخونه ای سلام بزنم. برای همه چیز ممنونی. لطفاً چیزی کم و کس نباشه. حتما نگران نباشین. همه چی مثل رویاست. خوشحالی؟ خیلی.
ما به همه چی فکر کردیم ولی به خونمون فکر نکردیم. این خونه قشنگه، مگه چشه؟ آره قشنگه، ولی وقتی اینجا رو میچیدم تو نبودی. میخوای برو داخل ببین چیزی کم و کسر نباشه. منم برم یه چند تا از وسیله هامو بردارم بیام. ایشالا بی خودی منو نکشونده باشه اینجا. من حرفمو بهت زده بودم. من پولو آوردم. اگه یکی دیگر رو پیدا می‌کردی تو قرض نمی‌افتادی. میگن از تو کار بلدتر کسی نیست. آره خب درست گفتم. من هیچ کاری رو نصف نیمه نمیذارم. وقتی پولو بگیرم طرفو باید مرده بدونی. بره بمیره، این حقشه. واسه من مشکلی نیست. فقط یه وقت فردا نیای بهم بگی منصرف شدی. اگه میخوای دوباره فکر کن. خیلی فکر کردم. قهرمان یوروکان باید بمیره. خب پس حل دیگه. من کارا رو شروع میکنم. باید آماده بشم. جا و زمانو من بهت میگم. میخوام اونجا باشم. قهرمان مگه نرفته بودی وسایل تو بیاری؟ ای وای مچمو گرفتی. تو داری اینجا چی کار میکنی؟ دیشب وقتی داشتم به تو و آیندمون فکر میکردم یه چیزی به ذهنم رسید. من بهت پیشنهاد ازدواج ندادم. قهرمان اشکالی نداره، میدونم همه چی. یه دفعه شد. ما هم دیگر رو دوست داریم، همین بسه. کاش که میتونستم تو سرنوشت تو فقط خوشبختی رو بنویسم، اما همچین قدرتی ندارم. فقط میتونم بهت قول بدم که تا قلبم میزنه کنارتم و از نفست جون میگیرم و با نفسم تا جایی که جون دارم بهت زندگی میدم. با هم تفرق و بغل میکنیم. من و تو کنار هم میتونیم یه خانواده بزرگ بشیم. البته اگه تو قبول کنی. الیف با من ازدواج میکنی؟ بله قهرمان، بله. نازلی اینجوری خوبه؟ آره خوبه. دوتا دختر، دوتا خوشگل، یه تیکه از قلبم این. مثل فرشته ها شدین. خب دیگه حواستون جمع باشه، الانا دیگه پیداشون میشه. تو هم دیگه برو حاضر شو الیف ها. باش نازلی جون، ایشالله قسمت تو بشه. مامان
خب دیگه بیا تو آشپزخونه کمکم کن. خوش اومدی. بفرمایی، خوش اومدی. خوش باشین. شبتون بخیر. خوش اومدی. داداش مقصود بفرما چایی. چایی؟ مرسی. دمت گرم. نوش جان داداش. دستت درد نکنه. ممنون. ممنون. کرم جان، کرم پسرم. مامان جون میشه به منم بگی کجا داری میری؟ با سلیم میریم یه دوری بزنیم مامان. میخوایم جشن بگیریم. چه جشنی مثلا؟ زندگی جدیدم و جشن میگیریم. پسرم تو واقعا اینقدر حالت خوبه یا فقط داری تظاهر میکنی؟ من از فکر و خیالت دارم داغون میشم. من خوبم مامان. یکی دو روز دیگه بگذره بهترم میشم. همه چی دیگه عوض میشه. تو تنها دار و ندار من تو دنیایی. هر اتفاقی بیفته من فقط سلامتی و خوشحالی تو برام مهمه. این هیچ وقت از یادت نره باشه؟ یادم نمیره مامان. خب دیگه خداحافظ. خوبه خواهر جون. تو هم شکلات رو بردار بیار. باشه. دخترم خیلی ممنون. نوشه جان. خیلی ممنونم. ممنون.
سرکار خانم، به خواست خدا ما هم دور هم جمع شدیم. خدا برای ما روزای خوب و پرسعادت نصیب کرده. 1000 بار شکر که تونستم خوشبختی بچه هامو تا زمانی که زنده هم ببینم. حالا هم که پسرم قهرمان دخترتون الیفو دوست داره، من خیلی خوشحالم و باعث افتخارمه که تو همچین شبی به خاطر دل اینا همه اینجاییم، دور همیم. پسرم قهرمان تا امروز هیچ وقت پاشو کج نذاشته. برای همین به خواست خدا و سنت پیغمبر دخترتون الیفو برای پسرم قهرمان خواستگاری بله. میکنم. روزای خیلی سختی رو گذروندیم زیا خان، اما این سختی ها باعث یه عشق زیبا شده. از قهرمان هیچ بدی ندیدیم. هیچ شکی هم ندارم که مراقب دخترم و نمیذاره آب تو دلش تکون بخوره و بهش سخت بگذره. منم با ازدواج دخترم به خواست خدا و سنت پیغمبر با پسرمون قهرمان موافقت میکنم. خب مبارک باشه. زیا خان انگشترها رو بندازیم. بیان ببینم. بفرمایید. خیر باشه انشالله. یه لیوان دیگه لطفا. ببخشید. چیو ببخشم مگه کوری؟ کرم واسه داری چی کار میکنی؟ اشتباه شد دیگه داداش. کرم خیلی میبخشی آقا. برو. داری چی کار میکنی؟ مگه نیومدیم جشن بگیریم؟ خیلی خوب دیگه پسر، تو هم جو نده. بیا بشین. نازلی جون یکم زود باش عزیزم. بفرمایین عفت خانم، چیزی میخواستین به همون میگفتین؟ نه من خودم کارت داشتم. خیر باشه. میخواستم فردا بیام اما چون وقتمون تنگه گفتم 2 مادر با هم یکم صحبت کنیم. نازلی جون عزیزم تا چای سرد نشدن ببرشون. سلطان خانم میدونی دیگه هر دومون مال یه شهریم. بله. خدا رو شکر میدونیم که خانواده دختر و پسر باید چه کارایی انجام بدن، اما از روی رسمه که میپرسم. خب این عروسی یکم عجله‌ای شد. گفتم شاید تو فکر کردی به خاطر حامله بودن دخترت یه عروسی مختصر میخوای بگیری، مگه نه؟ عفت خانم، دختر من به امید خدا تو عمرش یه بار عروس میشه. میخوام هر جوری که دوست داره و آرزوشو داره همون جوری بشه. یعنی میخوام حنا بندون و عروسیش تو شأنش باشه. بله منم به خاطر همین پرسیدم. قهرمان حتما ترتیب یه سری کارا رو داده. بله، قهرمان بهترین کارا رو انجام میده مطمئنم. اما حالا که شمام لطف کردین پرسیدین، منم میخوام که همه چی تمام و کمال باشه. بله این خواسته شماست، ما هم وظیفه داریم انجام بدیم. فردا شبم به امید خدا حنا بندون میگیریم.
لطفاً شما زحمت نکشین. دختر از خونه خودش میره بیرون، یعنی حنا بندون خونه دختر. نه من اصلا همچی اجازه نمیدم. اینجا چند نفر جا میشن سلطان خانم. بعدم ویلا بزرگ، خدمتکارا هستن. حنا بندون و فردا شب توی ویلای خودمون میگیریم ایشالله. اون یکی شکست خوردم اینجاست. بیا بریم یه سلامی بکنیم. ولش کن، بیا بریم سر میزمون بشینیم. بیا ماما. چطوری کرم؟ اوه خوش اومدی. از عصبانیتت اومدی اینجا؟ نه، به خاطر زندگی جدیدم. بیاین بشینین. یه لیوانت همون همیشگی میدی؟ دافنه چی کار میکنی؟ حالا با یه لیوان چیزی نمیشه. خب تو چی کار میکنی؟ میخوای چی کار کنم؟ معلومه خونه آروم نبوده دیگه، شلوغ شده. نه کسی نبود. مامان بزرگینا رفتن خواستگاری الیف واسه دایی قهرمان. واقعا؟ چه خوب. ببین خیلی میترسیدی، اما همه چی رو به راهه. انگشترم که انداختم دستت. از دست من خلاص نمیشی الیف خانم. تا آخر زندگیمون انگشتر از دستم در نمیارم. الیف، من چون به دافنه قول دادم جریان بچه را هنوز به بقیه نگفتم. تو هم دیگه نزدیکترین کس منی، اما خیالم اصلا راحت نیست. حق داری قهرمان. ببین نمیخوام ناراحت بشی. فردا صبح واسه بقیه همه چی رو تعریف میکنم. خب اونا هم حق دارن که بدونن. دلیلی نداره تا روز جشن صبر کنیم. خدا میدونه چقدر خوشحال میشن. یه نفع دیگه شون تو راهه. شبتون بخیر. شب بخیر. انشالله که به خیر و خوشی باشه. آمین ایشالله. شبتون بخیر. شب بخیر عفت خانم. شب بخیر عزیزم. شب خوش.